جستجوی امپراتور شین به دنبال جاودانگی او را با امپراتوری زیرزمینیش به زندگی پس از مرگ رساند. این گنج‌ها و ارتشی که مراقب آنهاست یکی از 7 شگفتی چینند. مقبره سربازان سفالین. در 1974 کشاورزان چینی که چاهی در نزدیکی شهر شیانگ در ایالت شانسی می‌کندند، اولین آثار یکی از بزرگترین اکتشافات جهان را از خاک درآوردند. در 3 گودال زیر زمین 8000 مجسمه سرباز به آرایش نظامی ایستاده‌اند. آنها تنها بخش کوچکی از یک مقبره سلطنتی اند که باید هنوز آشکار شود. سربازان سفالین از تولد چین میگویند و از گنج‌هایی که گفته می شود در آن نزدیکی دفن شده حفاظت می کنند. آنها یکی از بزرگترین جاذبه‌های توریستی چین هستند که سالانه بیش از 10 میلیون نفر را به شهر شیانگ می‌کشانند. با قرارگیری در چشم اژدهایی که گفته می شود بر پهنه کشور پیچیده، شیانگ یکی از 4 پایتخت باستانی چین است. مردم اینجا قرنها در کنار رازهای اولین امپراتور زندگی کردند. او حداقل اینجا همیشه جاودان بوده است. امپراتور شین شیهوانگ در سال 221 پیش از میلاد با غلبه بر تمام حکومت‌های همسایه اولین امپراتور چین شد. او هویت ملی چین را شکل داد و اندازه‌گیری، پول رایج و زبان را مرکزی کرد. امپراتوری او تا شروع قرن 20 دوام آورد. او فتوحات بزرگی داشت اما ستمگر بدنامی نیز بود. با ساخت دیوار بزرگ چین تاریخ را شکل داد. صدها هزار کارگر را به مرزهای شمالی راند و وادار به ساخت سدی عظیم در برابر حمله متجاوزان کرد. و وقتی به ساخت مقبره خودش رسید از بیرحمی‌هایش کم نشد. The moment he ascended the throne, he started the preparation of his tomb. Even after his death, the construction of the tomb continued. It took 37 years. At one point, there were 710,000 people working on it. امپراتور شین از ترس وسواسگونه مرگ رنج می‌برد. او افسران بیچاره‌اش را به دنبال داروی جوانی ابدی به مأموریت‌های خارج می‌فرستاد. در آخر از مصرف بیش از حد قرص جیوه که اعتقاد داشت به او عمر جاودان می‌دهد مرد. در جستجوی همیشگیش به دنبال نامیرایی، یک نسخه عینی از زمین‌های قصرش در مقیاس یک شهر ساخت و از هر چیزی که فکر می‌کرد در زندگی پس از مرگ می‌خواهد مدل‌هایی در اندازه واقعی ساخت. The Chinese believe in the immortality of the spirit and life after death. So emperors built their graves to resemble the palace they lived in when they were alive, except smaller in scale. But usually, the tomb was just a representation of the actual palace. به طور مرسوم چینی‌ها اعتقاد دارند که بین زندگی و مرگ اتصال هست. مردم می‌توانند اشیای فیزیکی را برای راحتیشان در دنیای روحانی بردارند. اما امپراتور شین خیلی فراتر رفت، فراتر از هر چیزی که کشور به خودش دیده بود. مقبره‌ای ساخت که 90 کیلومتر مربع را می‌پوشاند. 500 بار بزرگتر از هر مقبره یافت شده دیگر در چین. Apart from the mausoleum per se, he built surrounding walls, an inner wall and outer wall, complete with gates. He took his entire palace to the afterlife. The underground palace is a reflection of his palace above ground. No empire would be complete without a massive army to defend it. So to serve his kingdom in the afterlife, Emperor Qin ordered the creation of 8,000 terracotta warrior statues to ensure that even after death, he'd continue to rule with an iron grip. The terracotta army is the 8th wonder of the world. What makes it a wonder? We can summarize it in 3 words:
numerous, large, and realistic. By numerous, we mean there's a staggering number of 8,000 figures. By large, we mean each warrior and horse is life-sized. And by realistic, we mean that the figures are a realistic depiction of the actual Qin army. This is a vivid display of the Qin cavalry, of the soldiers and chariots. In art, when you reach a certain scale, it brings about a sense of wonder. با قد متوسط 180 سانتی متر و وزن 100 تا 300 کیلوگرم، هر مجسمه انگار زنده و در اندازه واقعی است. هیچ دوتایی شبیه هم نیستند. هر سرباز یک اثر هنری با امضای هنرمند خالق خود است. We found 87 different names on the statues. The craftsmen who left their names behind were usually very experienced, and they would have had their own helpers and apprentices working with them on this. It was very rare to have such a huge number of people collaborating on a single artistic project in all of Chinese history. بیش از 1000 پیشه‌ور برای اتمام رویای امپراتور به کار گرفته شدند. Some sculptors have said, 1,000 people have 1,000 different faces. No two people look alike. Those who have seen these 8,000 terracotta warriors will notice that they all look unique. This is because the terracotta warriors were all modeled after real people. They weren't made by using a standard mold. If a mold were used, it would have given all the statues the same look. They were mainly shaped by hand. از نزدیک چهره هر سرباز داستانی دارد، شخصیتی دارد و روح سرباز واقعی که از روی او ساخته شده. به سادگی میتوان آنها را پدران، پسران و برادرانی دانست که زندگیشان را وقف خدمت ابدی به امپراتور کردند. سربازان سفالین شبیه سازی ارتش قدرتمند چینند که 6 حکومت همسایه را برای متحد کردن چین شکست دادند. آنها پیروزی‌های بیشماری در نبردها به دست آوردند که پس از هزاران سال هنوز افسانه است. سربازان سفالین در آرایش نبرد اصلی چین خبردار ایستادند و نبوغ نظامی امپراتور را به رخ بینندگان می‌کشند. After the terracotta army was found, we got to understand more about the Qin army's composition and the kind of soldiers they had. The battle formations are linked to each other internally, but they could also function independently. So, in warfare, the formations could change according to the orders of the commander. پیش از سلسله شین، نبرد برای قدرت بین قلمروهای مختلف چین را وارد هرج و مرج دائمی کرده بود. در این شرایط ناپایدار بود که برخی از بزرگترین دستورالعمل‌های نظامی چین نوشته شدند، مانند هنر جنگ از سون وو. این کتاب‌های راهبرد نظامی هنوز هم مراجع مهمی هستند، اما مبهم و پر راز. با کشف سربازان سفالین بود که راز این معماهای باستانی تا حدودی فاش شد. The writings of the great military strategists describe in a mysterious way the different approaches and different kind of military governance operating during the feudal period of the Zhou dynasty, which ruled China from the 8th to the 5th century BC.
However, the terracotta warriors visually illustrate the military arrangement and organization of the Warring States period, particularly those of the Qin army. We now have actual objects that give us a better visual understanding of the lower and middle ranking officers. در همان حال که کشف مجسمه های سفالین در 1974 جزئیات زیادی را درباره ارتش چین آشکار می ساخت، اما چیزهای بیشتری در راه بود. در 1980 باستانشناسان دو مجموعه نفیس از اسب‌ها و عرابه‌های برنزی در حدود 1.5 کیلومتری سربازان سفالین پیدا کردند. این بزرگترین کشف کار برنز در جهان بود. ساخته شده با دست با بیش از 1720 قطعه طلا و نقره. این عرابه‌ها تخت‌های روان باشکوهی بودند که امپراتور می‌توانست با آنها در زندگی بعدی به ارتشش سرکشی کند. عرابه‌ها در حالی یافت شدند که هزاران قطعه شده بودند. برای باستانشناسان این چالشی عظیم بود. کنار هم گذاشتن آنها مانند یک پازل بزرگ بود بدون داشتن عکس بر روی جعبه. The horse carriages are made entirely out of bronze. Even the reins. After 2,200 years of being buried underground, the two horse chariots were seriously crushed. There were more than 3,000 pieces. It took many technicians and experts 8 years to restore them, with much difficulty. این کشفی باور نکردنی از آثار هنری باستانی بود و تلاش طاقت فرسایی برای بازسازی نیاز داشت. امروز ما می توانیم گوشه هایی از شکوه اولیه عرابه ها را در طراحی های ظریف و با جزئیات دقیقشان ببینیم. افسارها واقعی به نظر می رسند و از قطعات کوچک به هم پیوسته توسط حلقه های ریز تشکیل شده‌اند تا بتوانند 360 درجه بچرخند که بازتابنده نرمی افزارهای چرمی واقعی است. عرابه ها همچنین یکی از عوامل شکست ناپذیری ارتش چین را آشکار می سازند. کمان صلیبی استادانه‌ای که در بغل راننده قرار دارد با تیری که آماده است. کمان صلیبی چین سازوکار شلیک بیمانندی داشت که تا قرنها بعد و در اروپا دیده نشد. بسیار دقیق بود و قدرت آن را داشت که تا برد 800 متری به هر زرهی نفوذ کند. These bronze horse carriages are part of the funerary items of Qin Shi Huang's tomb. According to the archaeological research, there should still be more pits with accompanying items that have not yet been found. The mausoleum itself is a tremendous underground treasure trove. Now, we are still unable to estimate the amount of ancient artifacts hidden there. باستانشناسان معتقدند که بخش‌های بزرگی از پادشاهی زیرزمینی امپراتور شین هنوز باید کشف شوند. سربازان سفالین و عرابه‌های برنزی تنها نمونه‌های امیدوار کننده‌ای از چیزهایی است که هنوز در زیر زمین پوشیده‌اند. مقبره بسیار مهم امپراتور شین میبایست پیش از مرگش آماده باشد. مشاور دست راستش تکمیل کار را با چند کلمه وحشت‌انگیز اعلام کرد. پروژه تکمیل شده است. درهای جلو و وسط بسته شدند و تمام کارگران در درون گیر افتادند. تاکنون هیچ کس نتوانسته در ورودی مقبره اصلی که تصور می شود امپراتور در آنجا دفن شده را پیدا کند. تاریخدان عصر باستان سیما شیان ثبت کرده است که مقبره با کمانهای صلیبی محافظت می شده است، با تله‌های خودکاری که تیرهای مرگبار به سمت متجاوزین پرتاب می‌کرد. کمانها از چیزی محافظت می‌کنند که گمان می‌رود نفیس‌ترین مجموعه جواهرات سلطنتی در جهان باشد.
In Sima Qian's book, it was recorded that Emperor Qin's underground tomb contained rivers and seas of mercury. People at that time had the concept that all land under heaven belonged to the emperor. گفته می شود که مقبره سلطنتی نمونه کاملی از جهان را به تجسم درآورده است. سقف پوشیده از صورتهای فلکی ساخته شده از مروارید و جواهرات قیمتی است. بر روی زمین مدلی از سرزمین چین با دیوار بزرگ که در پهنای آن تاب می‌خورد و رودهایی از جیوه که در میان دره‌ها می‌پیچند. در مرکز تابوت نفیسی که جایگاه جسد امپراتور است. همه در زیر سقفی هرمی شکل به ارتفاع 55 متر. It used to be an extremely majestic 9-level structure. It is like a huge constructed pyramid. Foreign scholars call the tomb the Yellow Earth Pyramid. Even though it was built 2,000 years ago, you can still see its original shape. The base covers an area of 1,600 square feet. در اصل برآمدگی اتاق تدفین که مقبره را می‌پوشانده بنایی با شکوه و 9 طبقه و 2 برابر ارتفاع کنونیش بوده است. امروز حتی با فرسایش 2000 ساله هنوز نشانی با ابهت از حاکمی است که سودای جاودانگی داشت. در دهه 1980 بررسی برآمدگی خاک وجود مقادیری غیرعادی از جیوه را نشان داد. بسیار بیشتر از نواحی اطرافش. کارشناسان این را نشانه آن دانستند که رودخانه‌های جیوه که تزیین کننده مقبره امپراتور شین بودند شاید واقعاً وجود دارند و توصیفات عظیم سیماشیان صرفاً تخیل نیستند. شاید راز محل ورودی مقبره برای همیشه همراه کارگرانی که آن را ساختند دفن شده باشد. اما برخی کارشناسان از یافتن در ورودی ناامید نشدند، حتی اگر عبور از آن کار ساده‌ای نباشد. We predict that where the wooden door to the tomb is, there is a trap where a rope is suspended at the entrance. And the trap will be activated once the rope is moved. Thus the system that is installed. But the precise situation can only be confirmed after practical archaeological studies are done on it, even though this system of protection is explained in the Shi books. By looking at the accompanying burial sites surrounding the imperial tomb, we can predict that there is going to be much more items than that. Also, we can evaluate the personality of Qin Shi Huang, which is the greed for big and more. نوید گنج‌های ناگفته و رازهای چین باستان که مقبره آشکار می‌کند مطمئناً ارزش این ریسک را دارد. In Sima Qian's records, the imperial tomb uses the mercury to symbolize the rivers and seas. 2,000 years ago, the people believed that China is surrounded by water from all directions. My map thus shows a huge drawing depicting where the mercury is surrounding the entire tomb, representing the oceans. یانگ بیش از نیمی از عمرش را به رمزگشایی از نوشته‌های محققین باستانی گذرانده است. از مطالعاتش نقشه‌ای با جزئیات حاصل آمده است که به باور او محل رازها و خطرات مخفی مقبره امپراتور شین را مشخص می‌سازد. At that time, the Chinese believed that China was divided into 9 countries. So in my map, I divided up the tomb into 9 parts. Inside, there are rivers which divide the land. The body of Qin should be situated right at the middle. The Sima Qian records say that the top of the tombs reflect the sky, and the bottom reflects the landscape. In other words, it is according to the geography of the landscape at that time. آیا این نقشه باستانشناس و گروهش را به گنج میرساند یا گرفتار حقه‌های امپراتور میکند؟ 这个图整个就是个秦始皇陵区整个一个一级一物分布的一个平面图。截至目前发现的，你像这就是兵马俑坑了。
1、2、3号坑。然后这是秦始皇陵这个风头，就现在这个风头对，它就是整个陵区这个发现有掏窑了，像这些和秦陵有关的这个遗迹呢，这个范围是56.5平方公里。جایی در این اطراف این مردان امیدوارند مقبره 80,000 جلیبی را از خاک در بیاورند که جواهراتی را در خود دارد که اولین امپراتور را در سفر مرگ همراهی کردند. ارتش سفالین تنها سرآغاز یک حماسه خارق‌العاده است. So far, we found 600 pits in the entire tomb complex. So, there are a huge variety of relics buried along with the emperor, rich with treasures like the horse carriage and warriors. The accompanying tomb items are all life-size. The bronze carriages come with gold and silver items. با توجه به عتیقه هایی که تاکنون یافت شدند، کارشناسان باور دارند که گنج های درون خود مقبره سلطنتی از این هم خیره کننده ترند، هم از نظر مقدار و هم کیفیت. زمانی که گنجینه های زیر زمین بالاخره باز شوند، محتوای آنها جهان را خیره خواهد کرد. اما تا به حال زیرکی امپراتور این گنج ها را طی 2000 سال مخفی نگه داشته است. فناوری امروز نتوانسته به استحکاماتش نفوذ کند. بیش از 25 سال حفاری طاقت فرسا تنها بخش کوچکی از پادشاهی زیر زمین را از خاک درآورده است. و حتی اگر باستانشناسان بتوانند قفل مقبره و رازهایش را بگشایند، باید راهی برای حفظ غنایم تازه کشف شده بیابند. The archaeological techniques in China are some of the most advanced in the world. But the main challenge now is the preservation of the relics. The issue of preservation is the main reason why we haven't excavated the mausoleum of the emperor. Once the problem is solved, the next step is easier. در اصل سربازان سفالین با رنگ‌های روشن رنگ شده بودند، اما وقتی که بعد از 2000 سال تاریکی نور روز را دیدند، رنگ در عرض دقایقی از بین رفت. این اخطاری بود بر اینکه باقی گنج‌های امپراتور نیز چنین سرنوشتی خواهند داشت، مگر آنکه باستانشناسان راهی برای حفظ ویژگی‌های اولیه پیدا کنند. شاید لبخندی بر لب امپراتور باشد. هدف زندگی جاودانه در آغوش تجملات خارق‌العاده با کمک باستانشناسانی که متعهد به حفظ مقبره امپراتور شین و محتویاتش برای ابد هستند، شاید به واقعیت بپیوندد. امپراتور شین مدت مدیدی است که در قلب و ذهن مردم چین و امروز در نور دوربین‌هایشان جاودانه شده است. با هر معیاری مقبره‌اش یک میراث شگفت‌آور است. افسون مداوم جستجوی جاودانگی در خود زندگی ابدی امپراتور را تضمین کرده است، همانطور که همیشه آرزو داشت. برای اکنون رازهای شینشیوانگ در بزرگترین مقبره ناگشوده در جهان پنهان است و توسط سربازان سفالین محافظت می شود. تا روزی که باز شود، افسانه ها بزرگتر و معماها بیشتر خواهند شد. اما اگر حدس دانشمندان درست باشد، در مقبره امپراتور ستاره ها می درخشند و رودها جریان دارند.